اللهبردی محمدیف جوان 30 ساله از شهر باختر سرتراش است. وی در گذشته بارها به روسیه رفته زندگی سختی را تجربه کرده است، اما بعد از حادثه کراکرس در بهار گذشته که به آزار و اذیت گسترده مهاجران تاجیک انجامید، دیگر نمیخواهد به روسیه رود. در روسیه روزهای اخیر نه نویسیو میگه خیرپور داد به هیچی دپورت کردیسیان، فقط هم تاجیک مردم مثلا سیاه دیدیسیان. خوبی ما حیاتشون میبره، فقط همین یک کاری گندگی در حیاتشون پشیزی میستوه. اللهبردی میخواهد به کشور دیگری سفر کند که کار و زندگی در آنجا آسان‌تر باشد. از جمله خود را برای سفر به کره جنوبی آماده کرده است. ما زبان آموزش کردیم که رفته در کره رفته کار کنیم، با برگردیم بیم، با رفته کار کنیم، مقصد لیگال نه. مسئولان امور کار و مهاجرت در ولایت ختلان گفتند که با دولت کره شرطنامه‌های همکاری امضا کردند. این نهاد با یک شرکت کاردهنده کره توافقنامه امضا کرده در نظر است تعدادی از مهاجران را از ختلان برای کار برند. فعلا تعداد کسانی که بر اساس شرطنامه به کره جنوبی فرستاده می شوند معلوم نیست، ولی شماره نیازمندان زیاد بوده است. در میان آنها افرادی هستند که از روسیه اخراج شده و نمی توانند به آنجا دوباره سفر کنند. در 7 ماه سال جاری بیش از 3000 ساکن ختلان از شهرهای روسیه اخراج شدند. در ولایت ختلان که بیش از 3 میلیون جمعیت دارد، بیش از 22000 نفر به عنوان بیکار ثبت شدند. اخراج مهاجران از روسیه و ممنوع الورود شدن آنها در چند ماه اخیر باعث افزایش چشمگیری تعداد بیکاران در سراسر ولایت ختلان شده است.